هنرمندا دانه دانه میشوند و نه در همه جا میشوند. واقعا هم دولتمند نابغه بود که یک هدیه خداوند به ملت تاجیک بود. باوری دارم که با رفتن این مرد بزرگ خواننده هاش، شنونده هاش، مخلصاش کم نمیشود بلکه زیاد میشود. در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا، حافظ، سعدی، استاد لایق شیرعلی سهم بسیار ارزنده دارد. نمی‌باید مثل تو دیگر یک بلبل در باغ دیگر حالا به جایت کیست؟ جایت جنتی جای زنده کن از صدای من خاکی هزار سال را، خاکی هزار سال را. 55 سال عمری با برکت دولتمند، این 55 سال عمرشان برای ملت ما صرف شد. و مثل دولتمند خال شخصیت هایی که تمامی هستی و وجودشون را برای این کار بخشیده باشند انگشت شمارند. دولتمند عزیز جوان از بین رفت، دولتمندی که فلک علیه تاجیک و جهانیان توانست شناساندن. یعنی ما یک بسیار ستونی به قوت هنر و فرهنگ ما از دست دادیم. میگویند که چو یک پیری خرد میرد بمیرد جمله آثارم، چو یک همسال من میرد گرانتر میشود بارم. این همین است. پدر ماندن مثالی مرغی به بال و پرم، مال دنیا دارم لیک چون گدا پشتی درم.